سید قطب رحمت الله علیه میفرمایند یکی از مفسرین معاصره که خاتمه زندگی پربرکتش با شهادت خاتمه پیدا کرد، اعدام شد دیگه در مصر. کتاب تفسیر فی ظلال قرآن نوشته که ترجمه شده به زبان فارسی. یک جمله مشهوری دارن میگه اقم دولت الاسلام فی نفسک تقم علی ارضک. دولت اسلام در درون خودت، در نفس خودت برپا بکن، در سرزمین تو برپا خواهد شد. سبحان الله. ما انتظار خوشی و امنیت و پیروزی در هیچ میدانی نداشته باشیم مگر این که در میدان مبارزه و مجاهدت با نفس خودمون اول پیروز بشیم. باید این نفس رو مطیع خدا بکنیم. نفس سرکشه. انسان یک نفس داره، 3 تا وصف پیدا میکنه، 3 تا حالت پیدا میکنه. حالا نگاه بکن ما و شما جزء کدوم یکی هستیم؟ نفس اول نفس مطمئنه هست، نفس دوم نفس اماره هست، نفس سوم نفس لوامه هست. خوب دقت بکنی، یک نفس بیشتر نیست، ولی به تناسب برخورد خودمون با نفسمون و خیشتنمون 3 تا وصف پیدا میکنه، 3 تا حالت پیدا میکنه. ما 3 تا که نفس نداریم، یه نفس داریم، ولی 3 تا حالت پیدا میکنه. حالت اول نفس مطمئنه هست. حالت دوم اگر مهار نشه، کنترل نشه، تبدیل به نفس اماره میشه، افسار گسیخته میشه، شیطنت میکنه. حالت سوم اگه گاه وقت مواظبش باشیم، گاه وقت رهاش بکنیم، نفس لوامه میشه، سرزنش کننده. پس چند تا نفس هست؟ یک نفس چند تا حالت داره؟ 3 تا حالت. نفس مطمئنه به اطمینان و آرامش رسیده، به امنیت رسیده. چطوری نفس به امنیت میرسه؟ به 2 حالت. این که نفس رو وادار بکنی به طاعت و فرمانبرداری از خداوند. 2 و این که نفس رو عادت بدید به ترک گناه. با 2 کار نفس انسان به اطمینان میرسه، صاحب نفس مطمئنه میشه. سبحان الله. نفسی نفس مطمئنه هست که صاحبش اون نفسش رو وادار بکنه به طاعت و بندگی و فرمانبرداری از خداوند. بیایم رو خودمون کار بکنیم. از همین امروزی که این حدیث رو داریم میخونیم باور بکنید نتیجه میگیریم. الان نفس سوار ماست، ما به نفس الان داریم سواری میدیم، ولی ما بیایم مسلط بر نفسمون بشیم. خیلی وقتا ما به شیطان سواری میدیم. سبحان الله. خودمونو، یعنی طوری ما رو لگام کرده، پاشم میتکنه سواره، برو کاواره، برو بار، برو آبجو بخور، برو ظلم بکن، سواره. 2 تا لنگش هم داره میتکنه. گوشت هم گرفته، اختیار از خودت نداری. برامون پیش آمده یا نیومده؟ برای هممون پیش آمده، کسی مستثنا نیست بجز پیامبران که معصوم بودن. با وجودی که پیامبران معصوم بودن ولی خیلی تواضع دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر این که رحمت خدا شامل حالش بشه، مگر این که رحمت خدا اونو در بر بگیره. گفتن حتی انت یا رسول الله، حتی تو؟ گفت حتی من، مگر این که رحمت خدا شامل حال من باشه. سبحان الله. دیگه ما میخوایم پوز بدیم با 2 رکعت نمازمون. حالا اگر این نفس عادت دادیم و تمرین دادیم بر طاعت خدا و بر اجتناب معصیت و گناه و معصیت خدا، این نفس مطیع میشه. یکی از بزرگان دین میگه که 20 سال من تلاش کردم تا این که کلمه توحید از زبانم بیارم تو دلم. دیگه من گفتم اشهد ان لا اله الا الله با زبانم، ولی تو دلم نمی آمد. فاصله زبان دهان تا دل چقدر؟ این دستت اینطوری بذار میشه 1 وجب، این انگشت بزرگت بذار رو لبت، همونجا که زبانت، اون کوچکه رو بذار رو دلت، 1 وجب بیشتر نیست. میگه 20 سال مجاهدت کردم تا این 1 وجب راه، تا این کلمه توحید آوردم تو دلم.
وقتی آمد تو دلم قرار گرفت 20 سال از عبادت و بندگی خدا لذت بردم. سبحان الله. من بگم تو یک جمله هست، من خوب هستم، تمام شد. حالا اگه مختصرترش بکنم، من خوبم، یعنی تمام شد، هیچ مجاهدتی لازم نیست. پس بگم من دکترم، من مهندسم، یعنی همین که گفتم من خوبم یعنی خوب شدم. من مهندسم، مهندس شدم. من طبیبم، 2 کلمه است که طبیب شدم. حداقل با 20 سال 30 سال درس بخونی تا طبیب بشی. همین که تو بگی من خوبم، تو باید 20 سال 30 سال تلاش بکنید. من بنده خدا هستم، باید تلاش بکنید. به زبان خیلی راحته. حالت ما مثل این شده که یه نفر رو کاغذ بنویسن، رو کمرش بچسبونن که این آقای پزشکه. حالا رو کمر ما هم کاغذ چسباندن، رو لباسمون این مسلمانه. این خوشناسنامه است. مسلمان واقعی کجاست؟ همینطوری که نمیشه. مجاهدت لازم. پس نفس تا نفسه. یک نفس مطمئنه هست. نفس مطمئنه خیر محضه، اصلا به شر آلوده نمیشه. 2 تا ویژگی داره، طاعت و بندگی خدا میکنه و فرمانبری خداوند، و از معصیت خدا اجتناب و دوری میکنه، برحذره. اونقدر رو خودش تمرین میکنه تا این نفس بندگی خدا بکنه. وقتی بنده مطیع خدا شد و از معاصی و نافرمانی خدا اجتناب کرد، این نفس به درجه اطمینان میرسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. وقتی به اطمینان رسید، این نفس مطمئن شد، زیر این خطاب خداوند وارد میشه. سبحان الله. خطاب خداوند چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه. خوب دقت بکنید. یعنی لیاقت پیدا میکنه که خدا این نفس مطمئنه رو مورد خطاب قرار بده. چه خطاب زیبایی. یا ایتها النفس المطمئنه تو سوره الفجر دیگه، درسته؟ ای کسی که دارای نفس مطمئنه شدید، ای بنده‌ای که مجاهدت کردی، با نفست و خیشتن مبارزه کردی، این نفس افسار گسیخته رو لگام کردید، آوردیش تو راه خدا و بندگی خدا و اطاعت خدا و او رو از نافرمانی خدا کنترل کردید. امروز تو لیاقت خطاب منو دارید. یا ایتها النفس المطمئنه. بعدش چیه؟ میگی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. بر بگرد به سوی پروردگار در حالی که تو از الله خوشنودید و الله هم از تو خوشنوده. سبحان الله. راضیه مرضیه. وقتی این نفس مطمئن میشه، 2 تا حالت پیدا میشه. یکی خوشنودی تو از خداوند، تو از الله راضی هستید. 2 خوشنودی الله هست تو که این برگ برنده است. یا ایتها النفس المطمئنه. این خطاب تلطیفه، این خطاب محبته، خیلی بوی نزدیکی ازش میاد، بوی قرب ازش میاد. خیلی این خطاب ظریف و دوست داشتنیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. سبحان الله. به سوی ربت بر بگرد. مثل این که رب مال خودته. به سوی پروردگار خودت بر بگرد. راضیه مرضیه. هم تو از الله خوشنودید، هم از الله از تو خوشنود و راضی است. بعد دیگه چی میگه؟ میگه فادخلی فی عبادی. بیا برو وارد بندگان من بشو. فادخلی فی عبادی. برو تو جمع بندگان من، اونهایی که من اونها رو به عنوان بندگان خودم پذیرفتم. سبحان الله. عزیزان، بالاترین لقبی و وصفی که الله رب العزت و الجلال و جل جلاله به یک بندی میده در دنیا، وصف عبد بودنه. این بالاترین مداله و بالاترین وسامه و بالاترین وصفی که خداوند به یک بنده وقتی ازش راضی میشه، میگه ای عبد من. جایگاه عبد بودن بزرگترین شرف برای چه؟ برای بندگانه.
تو این آیه داری دقت میکنید خداوند میگه چه؟ فادخلی فی عبادی، داخل بشو. حالا که تو بندگی من کردید، با نفست مجاهدت کردید، نفستو مطیع من کردید، تو به درجه مطمئنه رسیدید، اطمینان، حالا اجازه دارید وارد چه؟ جمع بندگان خالص من بشید. فادخلی فی عبادی. دیگه چی؟ بعد میگه وادخلی جنتی، هر هشدر بهشت من بازه. حالا برو داخل بهشت من شو، حالا برو تو فردوس قرار بگیر، حالا برو اونجا دیدار انبیا بکن، کنار کسانی که منو دوست داشتن و در دنیا بندگی کردن تو هم بندگی کردی، مجاهدت کردن تو هم مجاهدت کردی، اطاعت و فرمانبرداری کردن تو هم کردید، حالا برید با هم جمع بشید. بندگانی که اطاعت کردن و صاحب نفس مطمئنه شدن و تو اونها رو ندیدید در گذشته، من همه رو جمع میکنم از زمان حضرت آدم تا امروزی که تو وارد بهشت شد. اونجاست که انسان بابا آدم رو میبینه، ماما حوا رو میبینه، حضرت نوح رو میبینه، اینا مجاهدین بزرگ بودن، حضرت ابراهیم رو میبینه بت شکن، حضرت عیسی مسیح رو میبینه، بالاتر از همه پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات میکنه. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان الله. این نفس مطمئنه است. حالا کی نیاز داره که نفسش مطمئنه بشه؟ یعنی کمبود شر داریم خودمون، کمبود گناه داریم، کمبود بدبختی داریم. باور کن از سر و کلمون داره میباره بدبختی و شر. جامعه ما رو نابود کرده، فتنه، فساد، دربدری، پریشانی، ناامنی، جنگ، خونریزی، قتل، کشتار. باور بکن نیاز به آرامش داریم.